یکی از سوالات فیزیک کامپیوتر شروع 99 داخل کشور سال 2028 در شکل زیر ضریب القاوری هم خود القایی سینگوله 500 هانریس و انرژی ذخیره شده در آن 14 ژول است. اگر سینگوله دارای 100 حلقه و طولش 8 سانتی متر باشد، میدان مغناطیسی داخل آن چند گوز است؟ اولا میدونین چند گوز میدان مغناطیسی تو سیستم اس آی تسلا هست. چند هر میدونیم هر یک دونه تسلا 10⁴ گوسه. پس آخر بعد ضرب در 10⁴ کنیم تا تبدیل به گوس بشه. حالا فرمول میدان مغناطیسی چیه؟ میگه آقا بی مساویه مو صفر n به روی n در i به روی l. این فرمول میدان مغناطیسی است. حالا ما مو صفر رو به ما داده، اینجا n تعداد دورم داریم، طولش هم داریم 8 سانتی متر. پس جریان رو ما نداریم. جریان از کجا به دست میاریم؟ از انرژی. انرژی مساوی 1/2 الای 2، یعنی 14 مساوی 1/2 الای 2. ال چیه؟ همون ضریب خود القایی، همون خود القاییه که 500 هانریه. ضرب در 500 ضرب در جریان یا همون آی به توان 2. خب از اینجا 500 با 14 ساده میشه به میشه 8. اینجا 2 ضرب در 8 میشه 16. آی 2 مساوی 16. آی برابر چنده؟ آی برابر 4 آمپره. آفرین. خب جریان ما به دست آوردیم، اینجا جایگذاری میکنیم. خب مو صفر رو داریم 12 ضرب در 10⁻7. گفتم ضرب در 10⁴ هم میکنیم چون تبدیل به گوس میخواد بشه. 10⁻7 10⁻7 با 10⁻4 میشه 10⁻3. 10⁻3 ضرب در تعداد دورش که 100 دوره ضرب در جریان که 4 آمپره، طولش هم 8 سانتی متره. 8 ضرب در 10⁻2. خب این 10⁻2 بره بالا با 100 میشه 10⁻4. 10⁻4 با 10⁻3 ساده میشه 10. پس یه ضرب در 10 میمونه. خب 8 با 4 ساده میشه 2. 2 با 12 ساده میشه 6. 6 میمونه با یک 10. 6 ضرب در 10 60. واقع در گزینه شماره اول. بریم سراغ سال 229 از تجربه 99 داخل کشور. پیچه دارای 500 حلقه و مساحت هر حلقه آن 40 سانتی متر مربع است و طوری که در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته است که خطهای میدان عمود بر سطح حلقه‌های پیچند. اگر نمودار تغییرات میدان بر اساس زمان به صورت شکل زیر باشد، نیرو محرک القایی متوسط چقدره؟ ما میدونیم فرمول نیرو محرک القایی مساوی n در دلتا فی در به روی دلتا تی هست. تعداد دور رو به ما داده. دلتا فی فرمولش چیه؟ آ به کوسینوس تتا. کوسینوس تتا حالا گفته خطهای میدان عمود بر سطح حلقه‌اند. پس کوسینوس 180 میشه یا کوسینوس 0 که هر دوش 1 ما حساب میکنیم. آ چیه؟ سطح مقطع رو به ما داده، میدان رو به ما نداده. دلتا تی هم داده و ما باید دلتا بی رو به دست بیاریم. اینجا دلتا فی بیش متغیره، میدانش متغیره. خب گفته در ثانیه 1 تا 30، یعنی زمان یکش 0 که 18، یعنی 18، بعد منهای میشه مساوی چند میشه 18 توی تی 1 که مساوی 0 میدان 18، تو تی 2 که 30 میلی ثانیه است ما میدان رو نداریم، یعنی حدودا میشه اینجاها. میدان باید ببینیم اینجا حدودا چند خواهد بود. حالا از کجا فهمیم؟ بعد ما فرمول این نمودار رو بکشیم.
معادلش رو بنویسیم. شیب این چی میشه؟ ما میگیم اینجا 8 و اینجا 0.8 و اینجا 40 هست اگر روی مختصات نمودار مختصات درس. حالا فرمولش چیه؟ y مساوی mx علاوه n. از ریاضی ما میدونیم اینو. n چیه؟ ارز از مبدأ. ارز از مبدأ رو که داریم 8 دهم، پس n رو همون اول به دست میاریم. شیب چجوری به دست میاد؟ میشه تغییرات y ها که تغییرات y هاش میشه 8 دهم به تغییرات طول ها که تغییرات طول هاش هم 40. تغییراتش به در کل میشه 2/100 منفی، چون شیبش منفیه پس میشه منفی 2/100 x علاوه 8 علاوه 8 دهم. این x همون زمانشه. خب پس ما 30 میلی ثانیه رو میندازیم جای x، 30 رو بندازیم اینجا میشه 6 دهم. منفی 6 دهم علاوه 8 دهم میشه 2 دهم. پس در این ثانیه میدان مغناطیسی برابر 2 دهم تسلا هست. پس اینجا 8 دهم منهای 2 دهم تسلا میشه. اختلاف دلتا بی میشه 6 دهم. پس از اینجا ما به دست آوردیم 6 دهمه. اختلافش رو به دست آوردیم 6 دهم. آرم به ما داده 40 سانتی متر مربع. من 4 می نویسم چون تاثیر نداره صفر و ممیز. اینم 6 میذارم. تیشم از 0 رسیده به 30. صبر کنید من اینجا مرتب تر بنویسم. گفتیم 6 ضرب در 4 همون دلتا فی ضرب در تعداد دورش که 500 حلقه است و به روی دلتا تی. دلتا تی هم 30 میلی ثانیه است. گفتم صفر و ممیزم نداشتین اصلا مهم نیست. اصلا بنویسین اینو 5 بنویسین. 3 با 6 ساده میشه 2. 2 4 تا میشه 8. 8 5 تا میشه 40. واقع در گزینه شماره دوم.